با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگرای صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت تامین نظارت بخطری محصولات عضوقواری، اوید به ترغیب طرز حیاتی سالم، تامین نمودن سالمی اهالی، پیشگیری بیماری‌های گوناگون سرایتی از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند پیوسته تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شود. در پرتوگاه شهر خوجند از جانب ساختارهای سررسیدی خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در ولایت سوخت بیش از 35 تن محصولات داروواری، خوراک، شیرینی، شستشویی پس‌صفت و مهلتش گذشته و به طلبات معیارهای بهداشتی جوابگو نبوده نابود کرده شدند. جایز به ذکر است که از جانب کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند دوام 2 ماه اخیر 1094 کیلو موادهای خوراک، 2400 کیلو موادهای شستشویی پس‌صفت از انبارخانه و مرکزهای تجارتی دریافت کرده شدند. باید قید نمود که این محصولات اساساً با واسطه قاچاق به قلمرو کشور وارد گردیده در نتیجه بردن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی از جانب صاحبکاران و شرکت‌ها اختیاران به مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند با مقصد محونمایی سپرده شده است. قابل قید است که دوام 11 ماه سال روان از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر خوجند بیش از 24000 کیلوگرم موادهای خوراکی پس‌صفت و مهلت استفادهشان گذشته از مرکزهای سودا و نگهداشت مال و محصولات مصادره کرده شدند. از طرف کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند در دوام 11 ماه سپری سال جاری قریب زیاد از 20 تن موادهای خوراکی گوناگون پس‌صفت شوفناک از معاملات گرفته شدند که هنگامی با فروش رفتن آنها میتوانست باعث سرزدن بیماری سرایتی و زهرآلود گردد. من چخیلی که امروز میبینید زیاده از 1 تن مواد امروز نیز موادهای خوراکی شوفناک امروز نیز از معاملات گرفته شده با قرار سردختری مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند محو کرده می شود. در قطار موادهای از معاملات گرفته شده کنسروهای خودساخته خانگی نیز موجود می باشند که هنگام استعمال باعث سرزدن بیماری زهرآلود بوتولیزم شدنشان از احتمال دور نبود. این همه محصولات پس‌صفت را بعد خلاصه سودی و مقامات دخلدار با تهیه سندهای لازمی در منطقه پرتو جمع‌کنی شهر خوجند با راه سوزانیدن نیست و نابود نمودند. شرکت‌های وارد کننده محصولات و فروشندگان باید سلامتی ملت را که آن را بایگری اساسی دولت می‌نامند از هر گونه منفعت بالاتر دانسته از وارد نمودن چنین مواد پس‌صفت و فروش آن خودداری نمایند.